دوستان در هوای گرم برای پرنده هاتون تخمه خیلی کم بذارید. باید طبع غذا در فصل گرما باید بالانس باشه، طبع باید رو به سردی بره. هفته 2 بار تا 3 بار میتونید براشون آب بذارید که آب تنی بکنه. از این ظرفا میتونید بذارید که پرندهتون کم کم عادت بکنه داخلش آب تنی بکنه. یا اگه پرندهتون عادت نداره به این کار، میتونید با اسپری آبپاش آب روش اسپری بکنید که حتما رطوبت به پرهاشون برسه. در این فصل پرنده هاتون پرریزی میکنن و در فصل پرریزی کلسیوم بدنشون از دست میدن. حتما قطره کلسیوم مینرال بهشون بدید، کف دریا حتما بهشون بدید